برای من نامه‌های زیاد آمده است از خیانت زنها، لیکن اون خیانت زنها هم آخر سبحان الله بعضی خیانت‌ها با بعضی نزدیکان دل آدم را ریش میکنه. جوانی نوشت که پدرم با همسرم زنا میکند، چیکار کنم؟ یعنی مشکلی ها زیاد است برادرای عزیز. همسرهای خود تنها نگذارید و اینم از 4 ماه زیاد نباشد یا 6 ماه بنابر قول بعضی علما. و اگر رفت و زنی به تقوا و زنی که مثلا واقعا وضعیت شوهرش بیزیب هست را برفت و آمد خراجات ندارد، مثلا مشکل باشد، صبر میکنم. مقصد یعنی که باوری داشته باشید و اونم برای شما باوری دهد، یعنی اجازت دهد، یعنی میتوانید زندگی کنید، دور و دراز باشد، یعنی به اجازت زن البته. الله تعالی نصرت ده.